گاهی وقتا بچه‌ها از من پرسن میگن آقا شما میگید گناه کنی سیری میخوری، خب آمریکایی‌ها که بیشتر ما گناه میکنن، کفار کسی دین ندارن خیلیاشون، پس چطور خدا کار به اونا نداره؟ حالا ما زکات ندادیم، منخ اومد گندمون خورد خوشسالی شد به خاطر که ما زکات ندادیم. کانادا کی زکات میده؟ او که اصل زکات نمیده. چطور کانادا خوشن؟ با هر چی سنگه مال پای لنگه. این شبهه رو بچه‌ها میکنن، بزرگان میکنن. حتی یکی از وزرا هم یه وقتی همچین شبهه‌ای کرد. یکی از وزرا رفته بود در یکی از استانات تو سخنرانیش گفته بود این قرائتی شیخ خوبیه، ولی آدم ساده‌ایه. به مردم میگه اگر زکات ندید بارون نمیاد، منخ میاد، صید میاد. بابا کشورهای هستن اصلا دین ندارن، نخوندن، نه زکات، خیلی هم از ما بهتره. یه مشتم از خودش بی‌خبرتر کف زدن. خبر من رسید و رفتم بالا آقای وزیر گفتم چی گفتی؟ گفت اینو گفتم خب تلفن می‌کردی خودم جواب میدادم، چرا رفتی فلان جا گفتی؟ گفت جواب بده. یه مثال زدم براش. گفتم شما چای می‌خوری؟ وسط چای خوردن عطسه می‌کنی. تا عطسه می‌کنی استکانه تکون می‌خوره، از این چای 3 قطره 3 جا میچکه. یه قطره میچکه به عینک. یه قطره میچکه به لباس، یه قطره میچکه به فرش. خود شما که وزیری 3 تا برخورد می‌کنی. اگر به عینک چکید سریع پاکش می‌کنی. اگر به لباس چکید میگه خب میریم خونه بعد، یا با دست یا با ماشین. اگر به قالی چکید اصلا کارش نداری، میگه باشه شب عید که فشار میشید. پس ببینید یه قطره چای فوری، یه قطره چای باشه بعد، یه قطره چای باشه آخر سال. 3 تاش هم تو قرآن آیه داریم. میگه آدمایی که بلورین و مؤمنن، آدما خوبی ان، مثل عینک شفاف و بلورن، تا خلاف کردن فوری حالشون میگیریم. آیه‌ش اینه ما اصابکم من مصیبت ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. این مصیبتی که به شما رسید به خاطر گناهی بود که کردی. چرا؟ چون تو مؤمنی. مؤمن مثل شیشه و بلور. عمامه مکه سیاه بشه فوری میرم میشونم، چون تو عمامه سفید نبوده لکه سیاه باشه. مؤمنین اگر خلاف کنن منخ میاد، صید میاد، خدا فوری گوششون رو میمالونه. اما اگر مؤمن نبود، فاسق بود، مثل شاه، هم گناه میکرد هم عیاشی میکرد. قرآن میگه جعلنا لمهلکهم موعدا وجعلنا لمهلكهم موعدا. میگه صبر کن عیاشیشو بکنه، جاوید شاه میاد زمانی که بگن مرگ بر شاه. قرآن میگه اینا رو اصلا تو دنیا کارشون نداریم. انما نم مثل قالیه میذاریم برای آخر سال. انما نملی لهم لیزدادوا اثما. اصلا کارش نداریم، میذاریم برای آخر. منتها هر چی آخر بشه سخت‌تر میشه. ببین اگر فوری بود دستمال کاغذی، فشار دستمال کاغذی کمه. اگر دیر شد فشار مشتمال ماشین لباسشویی، مشتمال برای لباس فشار سخت‌تر. اما اگر قالی شد، قالی دیگه با دستمال کاغذی و مشتمال حل نمیشه. قالی رو دمرش میکنن، شیله‌ای میگیرن با لگن. یعنی هر چی به عقب بیفته سخت‌تر میشه.